درود دوستان عزیز، چون همیشه من شهاب حکمت با شما هستم و شما نیز چون همیشه به برنامه داور خوش آمدید. خب موضوع رو از کامنت های بیننده ها سر میکنیم. یکی از بیننده ها نوشته است که این را یک بار دیگر هم نوشته بود، درباره استحصال نفت در تاجیکستان بگویم، یکان ویدیو کنم. باری اولی که این را نوشته بود این بیننده، من در اون موضوع گفتم شاید یک ویدیو پیش باشد، اما ویدیوی پیشینه را اگر بینید در اونجا هست به چی سبب در تاجیکستان کم استحصال می شود و چی بهتر است، اونجا همش رو گفتم، می توانید ببینید. و چیز دیگر، یک ویدیو را گذاشته بودم نشان دادم در ویدیوی پیشینه، یک کوتاه که در اروپا در شهرها جاهایی هست، شکاف‌ها یا که جهازهایی که در اونجا کتاب است. کسی که میخواهد اون کتاب رو میگیرد، میخواند، باز آورده پس میماند. حتی از خودش هم اگر کتاب داشته باشد نخواند، در اونجا میماند تا دیگرها بخوانند. و پرسیدم که در کدام شهر تاجیکستان همین چیز هست، همین کار. ولی اونجا بیننده ها نوشتند این در فقط یک شهر است، در خاروق، ولایت بدخشان. فکر کنید که دوشنبه پایتخت تاجیکستان است، اهالی شاید از 1 میلیون زیاد شده باشد. خاروق پایتخت ولایت، اهالیش اگر باشد یگان 30,000 است که مردم مهاجرت میروند. در بدخشان شرایط کار دشوار است، همون باشد اگر همون 30,000 است. در اونجا چنین جا هست، در پارک است که مردم، کسی کتاب خواندن خواهد میگیرد کتاب را میخواند و استراحت میکند در پارک. وقتی رفت کتاب را اونجا میگذارد و میرود. مثال فرق این اروپا، در اروپا در پارک نیست، در هر جای شهر است. اما دوشنبه که پایتخت اهالیش شاید 1 میلیون زیاد باشد، کتابخوان ندارد. وقتی کتابخوان نشر میشوند 100-200 دانه نویسنده یا شاعر یگان کس کتاب نشر میکند، همین قدر، یا یگان کس کتاب رو ترجمه میکند از دیگر زبان، زیاد نمیشود. مردم نمیخرند و نمیخوانند. فقط همون شاعر و نویسنده و یگان معلم و همینها اگر اندک بخوانند، این هم خیلی کم است. یعنی کتابخوان، پایتخت تاجیکستان کتابخوان ندارد. زمان SSR یا شوروی، بدخشان جایی بود که در تمام شوروی از همه بسیارتر مردمش معلومات عالی، یعنی که دیپلم داشتند، دانشگاه ختم کرده بودند، میکردند. و امروز هم فکر میکنم که کتابخوان اونجا زیاد است. و چیز دیگر این که مثال کتاب قرآن، شاهنامه و تاجیکان بابا جان غفور را چاپ کردن یا نشر کردن، به مردم رایگان تقسیم کردند. و در کدام اخبار بود، به فکرم از پلیوس بود یا کجای بود که خواندم که میخواهند مثنوی معنوی مولانا را هم نشر کنند، به مردم رایگان تقسیم کنند. و این برای چی است؟ مردمی که کتاب نخواند. خب سالهای جنگ باز یک قسمی مردم کودک بودن یا تولد شدن، کلان شدند، آنها زن گرفتن یا شو کردن، فرزنددار شدن، خودشان بیسواد و فرزندها البته بیسواد می شوند. وقتی که خودش سواد ندارد نمیتواند به فرزندش چیزی یاد داده، وقتی خودش نداند. پس این کتاب ها چی در کار است؟ نشر کردن، پول صرف کردن، به مردم تقسیم کردن. به فایده کی هستین؟ خب اخبارها این را میگویند، مینویسند کی این را میخواهد بکند، برای چی میکند، چقدر پول در این صرف میکنند، نرخ یک کتاب را چقدر مینویسند. اما از همین کاری که میکنند اگر برای مردم باشد، کاری خوبتر، بهتر، فایده آورتر، سودمندتر، این 5-6 دانشمند را جمع کردن، دعوت کردن
که دانشمند دینی باشند، مثنوی را دانند، حافظ را خوانده باشند، بدیل را دانند، اقتصادیات را دانند، از همه ساحه. مثال شرط نیست که در همه همین ساحه عالم باشند، هر کدامش در یک ساحه اگر عالم هم باشد از دیگر ساحه ها خبر داشته باشد. اینها را برنامه تلویزیونی باشد، از مثنوی و از حافظ و بدیل و از کتاب تاجیکان و از قرآن و مثال بیارند، بحث کنند، مردم تماشا کنند، یاد گیرند. این برنامه ها را در یوتیوب و تیک تاک و در اینستاگرام و در همه جا مانند، مردم اینها را ببیند. این بهتر و خوبتر است. هم برای اینها پول داده شود، اینها برای که وقتشان را بهوده صرف نکنند. وقتی که مردم اینها را بیند یاد میگیرد. وقتی که ذوقش میآید، اندک میفهمد. این مثال از پیش یک آشخانه میگذاری و در دماغت بوی ششلیک میرسد، اشتها کشاده میشود که اگر پول داشته باشی میدرایی همونجا تا بخوری از همان ششلیک. انا کتابم همین است. وقتی که یک دانشمندان هستند، آنها صحبت میکنند و مزه یا بوی همون معنی کتاب به مشامت میرسد، اشتهایت میآید. وقتی کم کم یاد گرفتن و فهمیدن میگیری، اشتهایت کشاده میشود. میخواهی که بیشتر بیاموزی و یادگیری. آنگونه که ششلیک رو میخواهی بسیارتر بخوری، همین کتاب هم همین است. باید که یک کس بویش رو برارد، زیباییش رو برایت نشان دهد، مزه و معنیش رو ببینی و احساس کنی. وقتی کتاب رو به دستت میدهند، چیزی فهمیدن نمیتوانی و در یک کنج میمانی، بالش گرد و چنگ میگیرد، هیچ فایده نیست. اما اگر چند دانشمند وقتی صحبت کنند گوش میکنی، کم کم فهمیدن میگیری، اشتهایت میآید، ذوقت میآید، اون کتاب رو خودت میخری از بازار، از کتاب فروش. اما کتاب رو میدهند اما به کسی یاد نمیدهند، کسی نمیگوید که این کتاب برای چی است. یک شخص، اون رو در تاجیکستان باور دارم که همه میشناسند، دانشمند است، ثروتمند است، سید مراد دولتوف. من گاه گاه او رو گوش میکنم، وقت شود بعضی برنامه هایش رو. یک سخن عجایب دارد، بسیار عجایب است. این یعنی که مؤلف همین سخن خودش است، از دیگر جا نخوانده است. میگوید که وقتی که کودک ها درس میروند به مکتب، همونها همشان یک خیل بسواد هستند. خب شاید کسی در خانهشان پدر و مادر سواد دارند، اگر الفبا رو یاد داده باشند، یگان چیزی یاد داده باشند، اما همش در عموم گیریم بسواد هستند. همین کودک ها آهسته آهسته، یک پیشتر یک دیرتر، همه‌شان خواندن و نوشتن را یاد میگیرند. یکی زود یاد میگیرد، یکی دیرتر یاد میگیرد. و این سخن بسیار عجایب است که در همین مثال وقتی که انسان ها با آنها علم آموزانده شود، دوام داده شود، در تلویزیون ها، در رادیو، در یوتیوب، در همه جا باشد، آهسته آهسته همین مردم تماشا میکنند. یکی پیشتر یاد میگیرد، زیاد یاد میگیرد، یکی کسی دیگر آهسته آهسته زود هم نفهمد، عاقبت یاد میگیرد، میفهمد همون چیزها را. همچنین درسی منطق باشد، در چنین جمع آمدها، چنین نشست ها، وقتی که بحث می شود، همون بحث کننده ها هم ذوقشان می آید، اشتهایی بیشتر گفتنشان می آید. هر چیزی که می دانند باز به یادشان می آید و اون رو آشکار می کنند، فهمیدن مردم رو آسان می کنند. و مردم هم
بهره میبرد، یاد میگیرد و از اون کتابی که چاپ میشود و به دست مردمی بیسواد داده میشود یگان فایده نیست. نه هست به کسی که این را نشر میکند، کارخانه دارد، از حساب دولت پول میگیرد به کیسه خودش. البته این به پول تقسیم نمی شود، یعنی رایگان تقسیم نمی شود. یگان کس از حساب دولت همون نشریات پول میگیرد و بعد این کارو میکند. یعنی از حساب دولت همون کیسه مردم است، مردمی که به دولت انداز میسپارند. کارخانه دارد، فروشنده است، در بازار کار میکند، هر چیزی میکند، اینها انداز میسپارند. از آن پول کتاب چاپ کرده می شود و به مردم تقسیم کرده می شود. یعنی از کیسه خودی مردم به مردم. حاتم طایی کردن از کیسه مردم برای مردم، و مردم که سواد ندارند اینا کتاب دادن به ما. اگر کتاب رو نمی دادند، دانشمندها در تلویزیون همون کتاب رو می گفتن برایتان، در دستت هم نباشد میفهمیدی از گفتی آنها، برایت تفسیر میکردند. برای که آدم خودش فهمد، مثال مثنوی رو برای فهمیدن باید قرآن رو خوانده باشی، باید مذهب ها رو اندک دانی. شرط نیست که عالم باشی 100% قرآن رو فهمی. وقتی خوانده باشی، اندک مذهب ها رو دانی، یک چند حدیث خوانده باشی، مثنوی رو که خواندی همون خواندگی هایت به یادت می آیند که در کجای مثنوی چی معنی دارد، یا که در حافظ چی گفته شده است. و مثنوی خودش این تربیوی است، خودش فلسفه است. فهمیدن مثنوی، خواندن مثنوی، فهمیش انسان را خیلی خوب میکند. همش پند است. مثال فیلسوفای اروپایی به نثر نوشتگی هستند. از ما باشد به نظم، مثل شعر همون چیزهایشان رو، گفته هایشان رو نوشتند که روان و برا و شیوا و خانا و فهما باشد. اما بدبختی ما در همین است که بیگانه ها در درون ما خودشان را جا کردند، مردم ما را به همدیگر دشمن میکنند، کار میکنند مردم کتاب نخوانند، بیسواد شود. فقط وعده دروغ، گپ دروغ. برای همین اگر اون کتاب ها را که به شما دادن، مثال قرآن را من در یک ویدیو نشان دادم، در آلمان از یک بازار کهنه فروشی قرآنی که به خط کیریلی تاجیکی چاپ شده است در تاجیکستان، مثال آورده است، نخوانده است، در بازار صبح آوریده است آن را که فروشند، با چنده باشد پروا نداره، در کارش هم نیست، چون نمیفهمد میخواند. اما برنامه ها باشند، دانشمندها به مردمی رو تفسیر کنند، فهمانند، این بهتر است. مردم از راه بد میگردد، ناسکشی نمی کند، پاپیروس کشی نمی کند. البته نکشیدن مردم به ضرر کسانی هست که سیگارت می فروشند، چون سیگارتش فروخته نشود اون فایده نمی کند. اما مردم اگر دانند که مثال ملاهایی که انصاف داشته باشد، در حقیقت در راه دین باشد، سیگارت یک علف، یک گیاه است، به انسان ضرر دارد. چیزی ضرر دارد به انسان و حرام است. چیز دیگرش این اسراف است. چیزی که تو از آن فایده نمیگیری، در کارت نیست و در همون پول صرف میکنی، اسراف هم حرام است. پس همین چیزی که اسراف حرام است، اون سیگارت اوناس را حرام میکند. اما هستند ملاهایی که خودشان میکشند، برای همین این چیز را نمیگویند. شنیدم که یک ملا آبی جو، یعنی پیوه خورده است، بعد میخورده است. مردم پرسیدن که دا ملا اینه برای چی میخوری؟ گفته است این آدم فربه میکند. خیلی تو گاوی که فربه شوی آخی؟ که وقتی پیامبر گفته است که انسان باید از 2 بار زیاد نخورد. اگر 3 بار خورد، در قطار چارپایان او را بندید، جا کنید. این به انسان هایی که کاری سنگین نمیکنه. اگر کاری وزنین کردی، البته خوردن در کار است که بدن حرکت داشته باشد. اما انسانی که کاری سنگین نمیکند، مثل همون ملا، باید که از 2 بار زیاد نخورد. خب شما هم
امان درس هایی که منطق هستند در اینترنت همونها رو گوش کنید. هستند به خط فارسی نویسید، به روسی نویسید و از ایران و افغانستان، حافظ، بدیل، شاهنامه، این چیزها رو مثنوی تفسیر کردگی هستند در اینترنت. اینها رو گوش کنید که بفهمید که چی معنی دارد. وقتی که حقیقت رو فهمیدید، اینها رو فهمیدید، حقیقت رو فهمیده میتوانید میبینید که کی دروغ میگوید. و اکنون چیزی مهمه که اونجا نام ویدیو رو نوشتم. پوتین در یک سخنرانیش گفت که هر جایی که پای سربازی روسیه هست اونجا روسیه است. یعنی که پای اسکر یا مسلط از ارمیه که از روسیه است، پای هر امو سربازش در هر جای رسید، در هر جای هست، این زمین از روسیه است. و در کجا است ارتش روسیه سربازهایش؟ بله، در تاجیکستان است. 7000 سرباز دارد. 201 دیویزیا ارتلری در اونجا است. و در ارمنستان کم هستند، چند نفری باشند. همچنین در پریدنستراویا که در یک ویدیو گفتم در اونجا هستند. در سوریه هستند و باز یگان کشور دیگه هم در افریقای یگان جای دیگه هم به فکرم که هست. اما از همه بیشتر در تاجیکستان هستند. و گفته پوتین چی معنا دارد؟ خب اینش را خودتان فکر کنید که گفته اون آدم چی معنا دارد. و وقتی که انسان باز هم همون مثنوی را فهمیده توانست، تفسیرش را گوش کرد و همچنین منطق را گوش کرد و یاد گرفت و خودش فکر کرده توانست، حقیقت را میبیند که کی در کجا است و چی در کجا است، حقیقت چی است، کی دروغ میگوید. برای همین ما با تاجیکستان به پیش گویم هیچ یگان پیشروی نمی شود. پیشروی باید در عمل باشد. مثل ازبکستان مثال همسایه ما است که تمام تکنیک را امروزها استحصال میکنند. در هر دکان یا مغازه اروپایی میدرایی خربوزه و میوگی و بسیار چیزها از ازبکستان هست. آشخانه ها و چایخانه ها حکومتشان دستگیری میکند که این چیزها باشد. کینوها کردند و میکنند امروزها کینوهای تاریخی، حتی چیزی که از ما هست به نام خودشان کینو میکنند. مثال پول همون مثنوی را بهترش کینو میکردند در کینوی تاریخی درباره همون مولانا. و از هر جا در اون کینو دانشمندها تفسیر میکردند مثال همون مثنوی را چی معنی دارد. در نقش اساسی خودی مولانا مثال یگان اکتیار خوب می بود و فایده مردم می بود. و البته که خدا کند روز پای سربازی روسیه از تاجیکستان کنده شود، نباشد، مردم ما متحد باشد، حقیقت را داند. برای متحد بودن باید سواد داشته باشه، باید خودمان فهمیده توانیم. اندیشه هایتان را در پایان ویدیو نویسید. به هیچ قوم و به هیچ شخص و به هیچ گروه دشنام ندهید، به هیچ ملت، هیچ دولت. اگر چیزی گفته نداری نویسه که گپ نیست. خداوند یار و مددگارتان باشد. با درود.